علیکم. و علیکم السلام. اکای دنبال یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما را. خیر و صدقات در ماه شریف رمضان باید به کیها داده شود که اجرش زیادتر شود؟ سلامت باشید برادر عزیز. این برادر عزیز ما سوال کردن که در این ماه مبارک رمضان ما صدقه ها و خیرات رو به کیها بدهیم که ثوابش زیادتر می شود. از صحیح مسلم یک حدیث روایت میکنم، شما این را ببینید که صدقه کردن افضل و بهتر و خوبتر از خود خانه هست. اگر خانه انسان محتاج هستند بگذار که اون از خانه خودش سر کند. بهترین صدقه اون است که با همسر و فرزند و پدر و مادر و خاندان خودش میکند. اما دوم مرحله اگر این میخواهد خیر و صدقه در این ماه بکند، برای خویشاوندانش بکند، برای اون صله رحم، برای اون خویش و تبارانش بکند که اونها نادارن، محتاجن. هم خیر و صدقه رو به جا میارد، هم صله رحم یعنی خویش و تباریش رو اجرش رو میگیرد. و اگر این انسان خویش و تبارش هم دارا هست، این میتواند بر مسکین، بر فقیر، بر یتیمان، بر جای اون جایی که نگهبانی نابیناها می شود، نگهبانی یتیمان کل می شود، نگهبانی اون پیرزن ها می شود، پسر پرستان، در اونجا و خصوصا در اون بیمارستان هایی که معیوب ها خواب هستند و انسان هایی هستند که از لحاظ روانی بیمار هستند، این خیر و صدقاتش را در اونجا بکند، ان شاء الله اجر پاداش کلان میگیرد. پیش از پاسخ سوال این برادر من حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردم که یک صدقه از کسب حلال در این ماه مبارک در روز قیامت پروردگار اون را تربیت میکند، برایش مثل کوه احد دریافت میکند و اینها بکند. اما اون حدیثی که از مسلم من گفتم نقل میکنم، اون حدیث در صحیح مسلم هست که زن با دو دخترش خانه عایشه مادرمان آمدن، گفتن هیچی ما در روزگارمون نداریم، یعنی داریم که خیر و صدقه برای ما بکنید. عایشه مادرمان وقتی خانه اش را میکاود، خانه محبوب خدا، رسول خدا، محبوب ترین انسان در زمین پیش پروردگار اون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و دوست داشته ترین همسرش بعد خدیجه عایشه مادرمان هست، خانه اش را میکاود، ثلاث تمرات، 3 خرما میآورد. این 3 خرما را به اون زن پیشنهاد میکند، اون زن میگیرد، یک خرماش را دخترش را میدهد، یک خرمای دیگرش را با دیگری دخترش میدهد، یک خرمای دیگرش را خودش گرسنه است اون مادر در دهانش میکند. اون کودک ها این خرماهای خودشان را میخورند، مادرشان را میقپند که برای ما بده، برای ما بده. اون مادر این خرمای دهانی خودش را بیرون میکند، 2 قسم میکند، به هر دو اینها باز میدهد. اون مادر است، فرزندان گرسنه هستند، خودش هم گرسنه است، اما مادر همیشه قربان فرزندها هست. وقتی با اونها میدهد، عایشه مادرمان این حالت را میبیند، چشمانش پر از آب میشود. وقتی اون زن میرود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید، عایشه مادرمان این را قصه میکند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که زن آمد، یعنی خانه خودمان چیزی از ما طلب کرد و ما همین قدر چیزش و 2 دخترک با خودش داشت که همین حادثه رخ داد. این را نقل میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب میگوید که حرمها علی النار، یعنی الله تعالی جسد این مادر را حرام کرد بر آتش دوزخ. یعنی این مادر با این عملش خودش را از آتش دوزخ نجات داد. بهترین صدقه همون است که شما ابتدا بکنید از خانه خودتان، از خویش تبار خودتان، بعداً از اون چیزهایی که ما بیان کردیم.